این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتی همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. آفرین بابا جون. بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو این شهر. تو هم شعار دادی؟ شعار دادم سریعم در آوردم. نه بابا. اینو بهم دادن برای حفاظت شخصی. برای چی؟ حفاظت از خودم. جلوی چشام دوستامو کتک زدن گرفتنشون. خودم میدونم چی بگم چی نگم. دیگه برای من تعیین تکلیف نکنی ها. به خدا میذارم از این خونه میرن. از یه سری اوباشی که تمام مسئلهشون لخ شدن تو خیابونه حمایت میکنی؟ اصلا به عنوان پدر نه، به عنوان کارشناس که اندازه سن تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره؟ نه. چون توشی. تو یعنی با خودت آوردش خونه؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستید باباتون قاتله؟ تو خونه خودم احساس ناامنی میکنم.